بله. امروز یه روز برفیه اینجا نیده، یکی از شهرهای ترکیه هستش که 26/11 شاهد هستیم در 26 نوامبر سال 2014 در همچین روزی این برف‌ها به این زیبایی از آسمان خداوند بر زمین خداوند فرود میاد. آمین. و خداوند همچنان وفادارانه از آسمان برای انسان برکات رو جاری میکنه. برف رو از مخازن خودش فرود میاره. گونه های پنبه است و به قول برادرمون عادل دانه های پنبه رو یا پشمک رو و یا به یه جای دیگه میگه دانه های محبته که داره میاد از آسمان پایین، و جای دیگه میگه شبنم روح خدا بر مردگان قوم قرار خواهد گرفت، و جای دیگه یوئیل نبی میگه در زمانهای آخر زنده خواهند روح خودم رو بر کودکان، بزرگان، مردان، زنان، پیران، خردسالان خواهم بیارد. این همین دونه های پنبه. آمین 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 آمین. مثلا بریم بیرون برف‌بازی کنیم، به آسمون هم بگیر. خدا جایی از اینو میگیری که من کم بیام جلوتر. اوکی مرسی. این به سمت بالا تو آسمون دونه‌های پنبه هم میگیر. آفرین. و منم میگیر. از شما هم بگیرم. سلامتین. خیلی خوشحالیم که ما اینجا هستیم. این سقف‌ها رنگ قرمزشون داره به سفید تبدیل میشه. آفرین. سقف مخصوص شیرینیه. آقا قربون پسر. آقا قربون پسر. بریم تا یخ نزدیم دیگران خودمون طبیعی همین آبایی روی زمین میشه. یه صحنه خیلی زیبا که از بالا به پایین داره میاد. برف روی سقف‌ها نشسته. تا یه ساعت دیگه بیاد همینجوری همه جا سفید میشه. کودکی 10 ساله بودم. اصلا باور کن دونه‌های پنبه شباشونه. آسمون رو بگیر، این دونه آسمون رو نشون میده دونه‌های پنبه آفتابی، اصلا دونه‌های پنبه سفید و خوشگل و زیبا. سفید و خوشگل. این برف‌ها رو می‌بینیم که دانه دانه فرود میاد. برف‌های درشت سفید. این الان قطع میشه عادل. بله الان درستش می‌کنیم تا چند ثانیه دیگه ما قسمت پشتیبانی 4 دقیقه شد. توی 5 دقیقه استوبش کنیم 10 ثانیه. خب دیگه ما خیلی لذت بردیم. لحظات خداحافظیه. سقف‌های ماشین هم داره به خودشون برف میگیره. به خودشون دارن میاد. خب ببینم. تا برنامه بعد خدا نگهدار. خب وقتی که این برف کاملش هست هم دوباره یه ریپورت می‌کنیم. بله از عادل جان یه بار دیگه. اینجا نیده 26 نوامبر 2014 یکی از شهرهای جنوبی ترکیه که خیلی هم سرده با توجه به اینکه کوچیکه. I love ایران. I love you ایران. بالا بچه‌ها I love you ایران. آقا خیلی خاطره تولید کردیم بس دیگه. الان خودمون خاطره